خراجات پیش بینی نشونده را نظارت و اداره کنید. خراجات پیش بینی نشونده چیست میدانید؟ وقتی انسان نقشه ندارد خراجات پیش بینی نشونده پیدا می شود. بناگاه چون این خراجات خیلی زیاد پیدا می شود کس حتی فکر نمی کند. میدانید من بیزنسمنم و می بینم که بعضا برخی کارمندان ناخوانده هم یک کار را دو سه بار می کنند. این از نوع استحصال کنی نام دارد. کی مرا فهمید؟ چی نام دارد؟ از نوع استحصال کنی. آیا میدونید که مفهوم اکونومی چیست؟ یا مفهوم اقتصادیات، اکونومیک و غیره؟ این خود محدود کنی نیست. این خسیس بودن و گرسنه ششتن نیست. نه. این فهمیش چیزهای عمیق در کاری است. من دو سه مثال میارم. با مثال فهمیدن آسان تر است. من در یک مرکز سودا در الماتا مغازه کشادم. آنجا گلوبوس نام دارد و ما برای مغازه تجهیزات خریدیم. با آن تجهیزات ما انیق $28,000 صرف کردیم. مغازه باید با برندها مجهز میگشت. ما همه چی را فرمایش دادیم. در مغازه لباس ها چراغان کنی نقش خیلی کلان میبازد. چراغان کنی می شود آفتابی، گرم و می شود خنک. آن گوناگون است. $28,000 برای مجهز گرداندنش صرف کردیم، چون که برای سیر خریدار شدنش محیطش باید در حقیقت دلکش باشد.